اگر آنها در حقیقت نسبت همدیگر محبتی کمی می داشته باشند پس برای چی ازدواج نکنند. لیکن اگر آنها این را از جهت مالی و اقتصادی و گرفتن شهروندی از این حسابا اگر رای کردنی باشند در درست نیست. برای چی من طرفدار آن نیستم که زنی تاجیک به مثال جوانمرد خارجی به شوهر براید. برای اون خاطری که من شاهد زنده همین واقعه هستم. در ناحیه فیض‌آباد ما دیدیم که جوان دخترک تاجیک با یک نفر شخص چینی اویله گویم برپا کرد، لیکن این محبت دروزه او بود. شاید او از پای هوا و هوس‌های زندگیش بود. وقتی که او چینی کاری خود را در تاجیکستان تمام کرد، این زنی تاجیک با همون یک نفر طفلی که از جوانمرد چینی به دنیا آمده بود با همون سرسان و سرگردان در چارسوی زندگی ماند. من اگر ناز بینم یکون خارجی میام میرم قطعشون میام میگیرم بچه مردک میکنم فرق نداره خوشبخت باشیم شد. البته اویله بنیاد کردن خود شهروندان تاجیکستان و شهروندان خارجی یعنی که با دیگر دولت ها هیچ مشکلی نداره، اما مشکل اساسی برای شهروندان تاجیکستان این است که یعنی که آداب و اخلاق ما یعنی که با آداب و اخلاق اسلامی است و خود شهروندان خارجی یعنی که اونها یعنی آداب و اخلاق اسلامی را یعنی که با خود بعضیاشون چی نمیکنن قبول نمیکنن. وقتی که اونها قبول کردن همین چیز رو بهترین کار است. من از این طرفدار نیستم. نمیخوام که دختران تاجیک با خارجی ها شوهر براین، برای که تاجیک خودش میفهمن. وقتی خارجی با میبراین شوهر یک دیگر فهمی میکنن نمیکنن، اینو من طرفدار نیستم. هیچ وقت نمیمونم که من دخترم بر این اصلا شعبتیم تاجیک خودمون سبود است. پسرم هم خیلی پسرم پسرم مسکو با میخواند و میخواد که اویله ناز باشد من این بایدور باشد. من همون میفهمم که من بچی من اگر گیرد همون تاجیکن من روزی او روز دیگر ملت من نمیفهمم. من برزید میبیم برای بچم. بچم گوش میکند من که نه کی شما خواهید